همیشه نام مراقبت‌های پوست و زیبایی با خانم‌ها گره خورده، اما به تازگی شاهد وفور مراجعه کننده های آقا در مطب‌های زیبایی و استتیک هستیم برای دریافت خدمات، چه مراقبت باشه، چه فیلر و بوتاکس و از این دست موارد باشه. پس کمبود یک منبع موثق علمی که بتونه موضوعات مختلف مراقبت پوستی از جمله روتین ها، محصولات، لیزرهای مختلف، هیر ریمووال، تتو، جوانساز، هایفو، آر اف، فیلر، بوتاکس، تزریق چربی، لیفت بانق، مزوتراپی، پی آر پی، میکرونیدلینگ و دهها و صدها موضوعیت دیگر رو پوشش بده احساس می شده. در دکتر بیوتاک من دکتر مصطفی نژاد همراه شما خوبان هستم تا هر روز قدمی کوچیک به سمت کامل کردن یک دانشگاه استتیک و زیبایی برداریم و اینجا رو برای شما خوبان تبدیل به یک مرجع علمی و کاملا پزشکی پوست، مو و زیبایی بکنیم. با ما همراه باشید، ما رو سابسکرایب بکنید، سوالات خوب خودتون رو در کامنت ها برامون بنویسید و پاسخهای کاملا علمی و پزشکی رو از ما در دکتر بیوتاک دریافت بکنید. بذارید اینجا تبدیل به یک مرجع بشه که دست شیادان و کسانی که بدون تخصص، بدون مهارت، بدون دانش پزشکی در حیطه مراقبت پوست ورود می کنند و باعث هدر رفت هزینه، زمان و سلامت پوست و زیبایی شما میشند کوتاه بشه و خودتون بتونید برای خودتون تصمیم بگیرید بهترین های مراقبت پوست و روتین رو انتخاب بکنید و در چارچوب روزانه و شبانه خودتون مورد استفاده قرار بدید. در اینجا در مورد شعاف ها، در مورد تبلیغات، در مورد راستی و درستی، غلط بودن، دروغ ها و تمامی جنبه های پروسیجر ها با هم دیگه صحبت میکنیم و شما میتونید دیدی بسیار شفاف به دنیای زیبایی، پوست و مو بندازید. هزینه هاتون سیو میشه، سلامتیتون حفظ میشه. با من در دکتر بیوتاک همراه باشید.